شاهکار بود. بله همچین چیزی رو ما ندیده بودیم. تماشاگرای تبریز هم تو شهر خودشون هم در اینجا با جمعیت‌های بسیار زیاد همیشه شرکت کرده بودن. عجیب بود، برای من عجیب بود. من خیلی احترام قائلم واسه تماشاگرای تراکتور، اما به نظر من کاری که اونا از بعد به ورود ما تو استادیوم آزادی کردن اصلا شایسته این تماشاگرها نیست. تراکتور یه پتانسیل عظیمی به نام هواداراش داره که میتونه این هوادارا رو بهتر از این جمع بکنه و بتونه خیلی بهتر از این تراکتور رو تشویق بکنه. با این اتفاقایی که افتاد فکر می‌کنم آقا تحت شعاع قرار گرفت. خودتون دید وضعیت تماشاگر رو؟ کدوم اتفاق؟ اصلا عجیب نبود، کاملا طبیعی بود، چون که اتفاقی نیفتاد. اگر بحث شعار اونور تیم خودش رو تشویق کنین، اونور تیم خودش، اگر بحث پرتاب بطری منظورتونه، خب شما من عرضم یه چیزی، یه سوال میکنم، عکس العمل به چه منظور به وجود اومده؟ یعنی چرا یه نفر عکس العمل نشون میده؟ یک عملی به وجود میاد که عکس العمل رو به دنبال داره. به نظر من بعضی از کارهایی که صورت میگیره در شأن فوتبال آذربایجان و مردم خوب آذربایجان نیست. تیم وارد زمین شد اومده بره گرم کنه، 200 تا بطری پرت کردن تو سر صورت بچهای ما، یه بطری خورد تو سر آقای نصرتی دیگه. این چیزی که نمیتونیم بگیم نیست که. یه زمانی میگفتن تماشاگر نما، من اصلا این کلمه رو معنیشو واقعا هنوز درک نکردم. تماشاگرن دیگه، همه تماشاگرن، با تماشاگرای این حرکتی کردن. ما کتک خوردیم، ما مشکل داشتیم تو زمین، با ما مشکل به وجود اومده. بعد باید وقتی محروم شدیم که ما اونجا بازی داریم. یعنی ما اگر میریم در تبریز اون موقع است که بعد اون جلسه محروم شه، نه اینکه ما الان بازی کنیم همه اتفاقا سر ما تو بعد تیم بعدی بیاد کیفشو کنه. از کلی هواداران تراکتور سازی تشکر کنم که با توجه که باشگاه خواسته بود که نیام به اطراف ورزشگاه اینا رعایت کردن و ما بدون مشکل این بازی رو انجام دادیم. امیدوار به رضایت مسئولین فدراسیون فوتبال جلب کرده باشیم و پیگیری کنیم که این محرومیت‌های بعدی انشالله لغو بشود. آقای شکری معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفته که اصلا رأی نیست که وجاهت قانونی نداره، امضا نرسیده. خب اینا ما هم شهیدم همچین، چون من شنیدم حتی خود آقای چیزم نبودن، آقای شریفی هم اصلا تو جلسه هم نبودن. این رأی رو به هیچ عنوان قبول ندارم، اما هممون باید احترام بذاریم و هر چی تصمیم بگیرن. باشگاه مطمئنا از حقوق تیم ما دفاع میکنه. من خودم به نوبه خودم اصلا و ابدا این رأی رو قبول ندارم، چون تیم پرسپولیس و طرفداراش کاری نکردن که بخوان محروم بشن.